امروز یاد این کتاب افتادم، نظریه‌های جباریت از افلاطون تا آرند، نوشته دکتر راجر بوشه. خوبه که جدی‌تر مطالعه بکنی. قسمتی رو براتون میخونم. نظام مبتنی بر جباریت پریشان از تضاد طبقاتی، بیقرار از هر نوع خودنگری ذاتی و پر از افرادی که ضمن آنکه خود را با امور شخصی مشغول می‌دارند، به یکدیگر حسد می‌ورزند. مکان غم‌انگیزی است. به زحمت به شهری متحد می‌ماند و بیشتر مانند گروهی از افراد فاقد ارتباط است. آنجا مکانی است که در آن دوستی واقعی نمی‌تواند وجود داشته باشد و این نکته بزرگترین اعتراض اخلاقی افلاطون را تشکیل می‌دهد. افلاطون میگه بنابراین یک عمر زندگی می‌کنند بی آنکه هرگز با کسی دوست باشند. همیشه ارباب کسی یا برده کسی دیگر هستند. سرشت جباریت هرگز بوی از آزادی یا دوستی واقعی نبرده است. سرشت جباریت هرگز بویی از آزادی یا دوستی واقعی نبرده است. در اینجا افلاطون وقتی در مورد جباریت صحبت میکنه فقط به یک سیستم سیاسی اشاره نمیکنه. هر گونه اقتدار گریزی رو افلاطون با جباریت توصیف میکنه. افلاطون میگه وقتی شهروندان وارد زندگی خصوصیشون میشن، شروع جباریت توضیح میده. میگه که و چنین مردانی به دور خانه‌هایشان دیوار خواهند کشید، دقیقاً مانند لانه‌های خصوصی که در آن میتوانند برای زنان دلخرجی کنند. بعد دوباره تأکید میکنه بیشتر به خانه‌اش میچسبد، جبار رو میگه، و مانند یک زن زندگی میکند. در اینجا معنی که افلاطون در مورد زن داره زنان یونان باستان هست و باز اشاره میکنه. میگه افلاطون از این که راجر بوشه اشاره میکنه افلاطون از این که پیگیری خصوصی کسب مال شهروندان را از هم بگسلد و متفرق سازد چنان بیمناک است که آن را نوعی تاریکی مینامد که افلاطون میگه که تمام شهر را کاملا انباشته از هر چیز بد خواهد کرد. تمام شهر را کاملا انباشته از هر چیز بد خواهد کرد. من شما رو مجهز میکنم به چنین توصیفاتی برای آنچه که حس میکنید. این کتاب رو بخونید، بهتون خیلی کمک میکنه. متشکرم.